سلام به همه شما دوستان پیک شادی و بینندگان عزیز. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم دلتون شاد و لبتون خندون باشه. خب بابک چیکار کنیم؟ من به ذهنم زد اصلا برنامه کامنت رو تعطیل کنیم. تعطیل کنیم؟ چرا؟ چون الان توی رژیم اونقدر به همدیگه کامنت میدن که اصلا میگن بازار زیاد شده، دست ما بسته شده. دیگه ما نمیرسه. ما که میگیم مثلا از طنز قضیه کم میشه. مثلا این حداد قاتل که منصبش اینه که پدر زن پسر خامنه ای، این یه شغل تو رژیم ها، این پست و مقامیه برای خودش. اخیراً یه اظهار لحیه‌ای کرده که کسی را نمیشناسم که قبل از انقلاب نام فرزندش را زینب گذاشته باشد. ببین چطوری. حالا تا ما بیایم به خودمون بجنبیم به این کامنت بدیم، رفیقاش دوستن رو سرش. مثلا فرزند یکی از کشته شده های جنگ گفته اتفاقا اسم مادر بزرگ من سید زینب موسوی بوده. یعنی دیگه چه جای کامنت همینجوری هی براش گفتن، سند آوردن. بعد تازه این ماجرا به اینجا تموم نمیشه. آخوند بیگدلی وارد شده گفته راست میگه حداد قاتل که اسم زینب رو نشنیده. این توییتشه نه؟ بله، چون این به دفتر فرح رفت آمد میکرده، اونجا اسم زینب نبود، اونجا اسم فرح بوده و به گوشش تا حالا اسم زینب نخورده. حالا اینکه این آخونده این جیکوپی که حداد عادل رو میدونسته خیلی هم عجیب نیست دیگه، چون خود آخونده هم به همون جاها رفت آمد زیاد داشتن. رفت آمد چی، حقوقشون از اونجا میگرفتن. آره زندگیشون اونجا میچرخوندن. فیلمش هم هست اتفاقا. بله. هر درگه بازایی به این خوبی و رعنایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. ملامتگوی بی حاصل ترنج دست نشناسد، در آن محفل که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. سلامتی خانواده تغییر از خداوند متعال خواست دارم. حالا که تو فیلم نشون دادی منم یه فیلم نشون میدم از جلسه سخنرانی همین حداد قاتل که اگه اسمش جلسه سخنرانی نبود فکر می‌کردی ایستگاه مترو یه عده مسافر دارن میرن و میان. همه بلند شدن دارن میرن. عرصه ایران شناسی و ایران دوستی که میتوانیم بگوییم زندگی او، نسبت او با ایران یادآور این بیت سعدی است که از تو با مصلحت خویش نمی‌پردازم، همچو پروانه‌ای که می‌سوزم. یه فیلم بافی هست تو نظام به نام افخمی که از قضا دستی هم در بازجویی داره. بله. بعد حالا این اخیراً اومده توی تلویزیون خامنه‌ای و یه چنین ادعایی کرد. اعلام نظری از شما روز قبل دیدیم در ماجرای قتل مرحوم مهرجویی و خانمشون که گفتین احتمالاً مسئله این جنایت رو یه خط و ربطی با صهیونیسم باید ببینیم. چیه نظر شما؟ که دیگه اینه که جنگ غزه وقتی شروع شد به هر حال باید یه جوری اخبار رو منحرف میکردن، افکار عمومی داخل ایران رو منحرف میکردن. بنابراین این احتمال که یکی از سوژه ها بوده که زیر نظر داشتن هر موقعی که لازم میشده این کار رو در موردش انجام میدادن هست. بعد این فیلم باف ولایی که البته فیلم باف نیست، رنگش کردن به اسم فیلم باف. همونطور که گفتی در سال 60 هم در بازجویی بعضی از سینماگران نقش داشته، یعنی همین امور ولایی اشتغال داشته. این فیلم باف فیلم متری میبافه و عبدالله پهنا هم حساب میکنه، از خامنه‌ای پولشو میگیره، فاکتور میکنه. اما از چنین نظریات مشعشعی هم کم نداره. یک نمونهش راجع به اون داستان شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی بود. ببینید که ایشون در همه زمینه‌ها اظهار نظر داره. بوئینگ 737 سقوط کرد درست به همون شکلی که ستای قبلی سقوط کرده بود و اگر امریکا نتونه ثابت کنه که این هواپیما به وسیله موشک زده شده، در واقع از این به بعد دیگه معلومه که بوئینگ 737 تابوت مرگه و ورشکستگی اقتصادی و بی‌حیثیتی اقتصادی و نشون دادن اینکه این شرکت حتی نمیتونه یه مسافرکش باشه برای مردم دنیا، این معلوم میشه. بنابراین من فکر میکنم که اصلا این جنجالی که راه انداختن از رو بیچارگیه. دقیقاً، ولی اینها جنجال رو راه میندازن.
بله اتفاقا چند روز بعد از همین خالی بندی ها بود که پاسدار حاجی زاده مجبور شد جنجال اصلی رو راه بندازه و بگه خطای انسانی کردم. یعنی قبل از اینکه استخونه بندازین دوباره تکون داد. اونم استخونه ننداخت یه جا دیگه انداخت. خب با این حساب با این فیلم باف ولایت مدار رو باید گفت هر کی گفت پنیر تو یکی سرتو بذار زمین ببین. البته چون این فاکتور میکنه پولاشو، برای همین یاوا فکر نمیکنم سرش بذاره زمین ببین. اینم نمیکنه. بابک تو تالا موشک درست کردی؟ موشک؟ برای با کاغذ. نه با کاغذ نه، با شکر و روغن. با شکر و روغن؟ با شکر و روغن آب نبات قیچی درست میکنن موشک؟ نه با شکر و روغن موشک درست کردن. چه موشکی؟ کی درست کرده؟ اینو ببین. قبل از اینکه وارد سایت هسته نطنز بشن، خب میگم متوجه به دغدغه‌ای که داشتن که جنگ با لبنان رو برن، ایشون چون رشتهشون مهندسی شیمی بود یعنی ربط پیدا میکرد، ایشون وارد نیرو قدس شدن و تو اون بخش در واقع دفاعیشون حدود چند ماهی بودن. تونستن با توجه به علمی که داشتن و با توجه به اینکه نیاز حوزه مقاومت این بود که از در واقع مواد ابتدایی و دم دست یک در واقع موشک ساخته بشه، خیلی جالب بود که ایشون با کمک شکر، روغن و مواد دم دست یک موشکی رو طراحی کرده بودن که توی دانشگاهشون تو خوابگاهشون امتحان کرده بودن و این رو ارتقا داده بودن با دوستانشون و تبدیل شده واقعا به یک موشک. فیلمش هم هست. ببین اینجاست که باید گفت مرغ پختن به روغن سوزی میفته. موشک درست کرده با شکر روغن. کجا شلیکش کردی؟ تو خوابگاه دیگه. تو خوابگاه به کی زدی؟ تخت اون دانشجوهای دیگه که اونجا خوابیده بودن. ببین این باز اثبات کرد که هر موقع ما فکر میکنیم بلاهت و پرت و بلاگویی آدمهای این نظام انتها پیدا کرده، میگه نه هنوز من هستم، بازم ادامه داره. یه رکورد جدید میزنه. بله رکورد جدید میزنه. یاد مرحوم انیشتین افتادم، گفت ممکن است کائنات انتها داشته باشد اما حماقت بعضی‌ها انتها ندارد. یه نمونه از اون بعضی‌ها. یعنی با این حساب منظورت اینه که اینایی که این گفت پرت و پلا بود، باید بگم سخت در اشتباهی، این ساختن موشک با آب نبات موشک واقعا درست شده با شکر و روغن، عکس‌هاش هم منتشر شده. بفرمایید. بین آخوندهای بیریش و بی عمامه در نظام ولایت یه آخوندی هست به نام انسیه خزعلی. این انسیه خزعلی تو رژیم نقش آجیل مشکل گشا داره، یعنی اینکه یک تئوری ها و راه حلایی برای مشکلات نظام ارائه میده که بیا و تماشا کن، همه مشکلات رو پودر میکنه. مثلا این راه حل جدیدش رو شما ببینید، گفته که با آموزش تفکیک زباله میتوان جلوی زباله گردی را گرفت. از قدیم گفتن اگه برای حرف مفت و یاوه مالیات میگذاشتن دهن خیلی ها بسته میشد. خیلی ها ورشکست میشد. خیلی ها ورشکست. همون ابتدا ورشکست میشدن. من با این حرفش موافقم. باید یه سیستم تفکیک گذاشت، اما بین زباله‌های مثل انسیه خزعلی و آدم‌های عادی. یعنی این سیستم تفکیک رو من قبول دارم. ولی حالا صبر داشته باشین، فقط یکی از تئوریاش بود. بعدی رو ببین. به طلبه ها در عرصه فیلم و بازیگری آموزش بدهیم، اسیر سلبریتی نباشیم. فکر خیلی خوبیه. وارد کردن طلبه ها در عرصه بازیگری فکر خوبه. البته این کارو انجام دادن. جدی؟ بله یک فیلم. یعنی محصول فرهنگی دادن بیرون؟ بله محصول، فقط یاوه گفتاری نبوده، یاوه فیلم بافی هم بوده. عملاً هم اجرا کردن. یک فیلم ساختن که اگر این به جشنواره ها بره و به طور مشخص اسکار جوایز رو درو میکنه. تو این فیلم تأثیر مخرب تهاجم فرهنگی روی بسیجی ها رو در یک محصول کاملا سورئال نشون داده. با هم ببینید. بعد همه بازیگراش هم طلبن. همه طلبن. بله ببینید.
بابک تو میدونستی که زندگی خامنه‌ای و اطرافیان و جک و جونورهاش با هدیه تأمین میشه؟ یعنی هدیه میداده پول میگرفت؟ نه دیگه، یعنی هر چی دارن هدیه است. یعنی بهش هدیه میدادن. بله اینها. همین الانم من یه واحد بیشتر خونه ندارم تو تهران، اونم رفقا جمع شدن، هدیه‌ای مثل امام هدیه‌ای زندگی میکرد، مقام معظم رهبری هم با هدیه رفقاش زندگی میکنه. ما هم همینطور، ما دنبال پول در آوردن هیچ وقت نبودیم. من اگه شرایط همین الان مسائل مادی زندگیمو بگم، مثلا مردم جمع میکنن یه اعانه جمع میکنن برای ما. بله میگه همش هدیه بوده. احتمالاً حرفای این آخوند مفقر قبل از انتشار اسناد دفتر خامنه‌ای در دانشگاه‌ها توسط کانال قیام تا سرنگونی بوده، چون در انتشار این اسناد مشخص شد که 1100 تا مفقر گردن کلوف مثل این تو این دفتر بودن، پرونده هاشون هم رو و افشا شده که این آخوند از سال 73 بدون داشتن کوچکترین مدرک تحصیلی و حتی حوزوی داشته حقوق خیلی کثیر هم از اونجا میگرفته، یعنی استخدام شده بوده. در مجموع وضعیت این طوریه که وقتی مثل اون دعای همیشگی خرا هست، آرزوی همیشگی خرا هست که یه اسب میبینن میگن ای کاش تحصیلاتمون رو ادامه میدادیم. وضعیت پناهیان و تحصیلات و اینا هم همچین وضعیتیه. یعنی معلوم شد که مدرکش هم بهش هدیه دادن. دیگه حوزه که راحت میتونه مدرک تحصیلی دانشگاه نمیتونی بگیری، حوزه که راحت میتونی بگیری. حالا بریم سراغ تازه ترین و خفن ترین و راهبردی ترین دستاورد رژیم در عرصه دیپلماتیک. اینقدر که با آب و تاب میگی مگه چی شده؟ سند خاورمیانه رو به اسمشون زدن؟ نه خودت ببین. دیدار وزیر امور خارجه کشور ما با نخست وزیر قطر و وزیر امور خارجه قطر. دستاوردش کجا بود؟ ندیدی؟ 3 بار نشون داد. 3 بار دستاورد نشون؟ آره دیگه، مگه ندیدی پاشو انداخت رو پاش؟ ببین این زبان بدنش بود. به محض اینکه نخست وزیر قطر پاشو انداخت رو پاش، اینم پاشو انداخت رو پاش که بگه مثلا ما خیلی. این که دستاورد نیست، اسمش پاآورده. خب ببین اگه میخواست مقابله به مصر کنه، نخست وزیر قطر دمپایی پاش بود، اینم باید با دمپایی میرفت. خب اومدیم اون طرف مقابل وسط اتاق دراز کشید، این زرافه با اون گردن چطوری میخواد دراز بکشه؟ یعنی مواظب باشه این نوع دستاوردها هزینه زیاد خواهد داشت بعضی. خب رسیدیم به کامنت یک جمله‌ای و امتحان من. بله، پاسدار حاجی زاده گفته به این نتیجه رسیدیم که جنگ با آمریکا منطقی نیست. قبل از یه جمله، این همون پاسداری که وقتی میخواد موشک شلیک کنه زنگ میزنه به طرف مقابل میگه من بیابونای اطرافتون میخوام بزنم، مارمولک‌ها رو بزنم. آره دیگه، از قدیم گفتن طول سگ تا چوب نخوره برای همه واق واق میکنه. چوب قیام که خورده تو سر اینا فهمیدن که منطقش سر جاش اومده. منطق همه جا نباید پارس کنن. بله یه جمله بود. بینندگان عزیز، از این که این هفته هم با ما همراه بودید از شما ممنون و سپاسگزاریم. تا دیدار دیگه، خدا نگهدارتون. پیروز و پاینده باشید.